دو طرفه من به بال میشه، یک طرفه نه. یک گویم میکنم که اولادا اصلش بگیرید اگر ملت من اونجنده اولادم نیست من اونجنده که اولادای من دور ترنده. نکی همچین ملت قرقیز دیدم در میکند، همچین تاجیک اینجا هم کسال زندگی کرده اینجا هم در میکند. اما ممکن نشود این تو کنند. چیز لازم. جنگ این خرابی. بوری توجیف درباره وضع در مرز تاجیکستان و قرقیزستان نقل میکند. توجیف قرقیز است اما سالها باز در تاجیکستان زندگی میکند. او قهرمان فیلم مستندی درخت دوستی است که روزهای نزدیک نمایش داده می شود. من فکر نمی کردم که تو به این حد گرم میپذیرم در اونجا. همه وقت ما میبینیم که مثلا مسئله های مرز خیلی احساسی مثلا حل میشن. خیلی مثلا بسیار نفرا نمیخوان، همه خیلی من فکر میکنم. لیکن برعکس وقتی که من این گونه شک که پیشنهاد میکنم گفتم همه همراه من بودن در وقتی ثبت فیلم. فیلم مستند دو قهرمانی مرکزی دارد، یکی تاجیک قرقیزستانی و دیگر قرقیز تاجیکستانی. ثبت مستند هنوز پیش از مناقشه های مرزی شروع شد. آن را با نظرداشت تنش های پیشین میان ساکنان و مرزبانان دو طرف تهیه می کردند. حالا دانشجو بودیم وقتی سالهای 2011 12 13 بود که از همون وقت دیگر در این منطقه یکی از منطقه‌های داغ به حساب می رود و هم تیز مثلا بحث ها سر میزنند، بین مردم مناقشه میشد و دیگر پرابلم های دیگر. از همون زمان من میخواستم درباره این منطقه، درباره اون من همین موضوع یگان چی آماده کنم، یگان مواد ویدیویی است، یگان فیلم است، یگان گزارش مخصوص است. این درخت اول درخت آلوچه بود. نام فیلم هم به گفته کارگردان از این صحنه گرفته شده است. شاخه گیلوسی که از قرقیزستان به تاجیکستان آورده شده با درخت آلوچه محلی پیوست و حالا دو نهال از یک ریشه آب میخورند. باید همین گروه های فیلم سازی زیادتر فیلم ها این خالصانه سازند، نه اینکه مثلا امروز در قرقیزستان فیلم ها ساخته میشد یک جانبه و همه وقت جانب تاجیکستان مثلا متهم میکنن که تاجیکستان جنگ شروع کرد و دیگر چیز. این گونه فیلم ها بیشتر مثلا نفرت زیاد میکند در سرحد. فیلم های سازند که مردم به هم بیارد، مردم مثلا متحد کند. مستند درخت دوستی 2 ماه بعد از مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان نمایش داده می شود که در نتیجه آن از دو جانب 10 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت. جنگی که مثل تبر زدن به درخت دوستی دو کشور همسایه بود.